صبح سنه 31 دکبر سال 2023 از جانب رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق طبق دستور و سفارش‌های پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده بخشیده به سال نو میلادی به کارمندان کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر رویبنده و پاکیزه‌کاران شهر کمک‌های غذایی و تحفه‌های سال نو تقدیم کرده شد. رئیس شهر پنجکند ضمن صحبت صمیمی با رویبنده و پاکیزه‌کاران تاکید داشت که زحمت شبانه روزی هر یک کارمند جاده آبادانی همیشه قدرشناسی می‌گردد، زیرا از فعالیت بامرام و ثمرآور آنها تازگی و خرمی شهر وابستگی کلان دارد.